این هفته خبر تو خبر داره براتون از عظمای پریشان احوالی که تا همین چند ماه پیش تو فاز قمپوز هارت و پورت بود. این حکایت عظماییه که با نرمش ذلیلانه شروع کرد، اما خبر نداشت که چه بلایی سرش میارن. فشار بحران ها جک و جونورای عمامه‌دار رو به جون هم انداخته و اوضاع نظام رو حسابی خطری کرده. از یه طرف این دراکولای ریشدار اینطوری برای شیخ فری خط نشون کشید. اما اگر پرونده کسانی که متصل به ثروتند یا قدرت، همین که پروندهشون میاد رو میز قاضی، فریاد بلند می شود که این جناحی است، این سیاسی است، این نگاه‌های دیگه درش هست. قضات ما با این حرفا آشنا هستن. ما پرونده‌ای که بیاد رو میز قاضی عادلانه و منصفانه رسیدگی میکنیم، به هیچ کدام از این سخنان هم توجه نخواهیم کرد. شیخ فری هم که دید پرونده داداشش ممکنه کار دستش بده، اینطوری جواب رئیسی رو داد. شما فکر میکنید با دادگاه و دستگاه قضایی فساد از بین میره؟ هر که این فکر بکنه اشتباه کرده. با بگیر و ببند و دادگاه فساد برطرف نمیشه. من الان نمیخوام باز کنم چه حوادثی رخ میده. بعد هم عظما خرچنگ ولایت رو کوک کرد تا بیاد و اینجوری قضیه رو ماسمالی کنه. از مهمترین عوامل سقوط رژیم شاه فساد نظام اداری بود. عزیز من، هر چقدر که وضعیت نظام اورژانسی تر میشه، ترس آخوندا از دشمن اصلیشون هم بیشتر میشه. مثلا این جوجه بسیجی یه فیلم علیه مجاهدین ساخته، اما در جریان ساخت فیلم خودش هم بیشتر از همه وحشت کرده و این ترس رو توی تیویریش هم برملا کرده. بحث دومی که مجاهدین بله سازمان بزرگه، سازمان بزرگترین هیچ گروه و دسته و حزبی و سرویس حتی جاسوسی به اندازه سازمان جمهوری اسلامی لطمه نزده. یک نگاه، همین نگاه تو دهه 70 بود دیگه، میگفتن آقا سازمان رو بزرگ نکنید، سازمان دیگه تموم شده. ما نیومدیم بگیم به صرف اینکه بله سازمان رو بزرگ نکنیم. سازمان 15-16 هزار نفر از مردم و مسئولین رو زده، صف اول دوم انقلاب رو زده. بیشتر از این لطمه تو پرونده هسته‌ای، کی هسته‌ای رو لو داد؟ کی اومد اتهام زد به نتنزو که ایران دنبال بمب هسته‌ایه؟ اینا بزرگی دیگه. اینجاست که دلقک خمینی هم از ترس همین دشمن مجبور میشه لب به اعتراف باز کنه و به آخوندا بگه بجنبید که داریم منقرض میشیم. آقا بیرو درباسی، نجات ما یا منقرض میشیم با این صبح تا سبحکم الله اصلا مساکم الله، منقرض میشیم. نسلی هم که نسل منقرضن، یا منقرض میشیم یا باید بجنبیم. آخوندا دیدن 6 ماه از سال گذشت و هیچ خبری از تولید داخلی و رونق تولید و خلاصه این حرفای عظما ساخته نشد. به خاطر همین بود که یه چیزی رو تحت عنوان ماهواره ناهید سرهم بندی کردن. این ماهواره ناهید 1 است. از 0 تا 100 آن ایرانی است و بیش از 30 دانشمند و مهندس جوان ایرانی شبانه روز تلاش کردند تا یک ماهواره مخابراتی ایرانی بسازند. تا اینجا همش تبلیغات تلویزیونی بود. همین که خواستن این آپولو رو هوا کنن، بوم ترکید و طبق معمول کوه مشت زایید. اولش به ماسمالیزاسیون روی آوردن. همونطور که وزیر ارتباطات اعلام کرد، آخرین تست های سازگاری با پرتابگر ماهواره ناهید 1 طی شده و آماده تحویل به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح است. مهدی نقوی، خبرگزاری صدا و سیما. اما وقتی رئیس جمهور آمریکا عکس هوایی انفجار رو کرد، مجبور شدن سخنگوشون رو به صحنه بیارن و فضاحت اندر فضاحت شد. انفجار در سکو بوده و هنوز ماهواره‌ای اصلا به سکو منتقل نشده بوده، در محل تست بوده، نه عملیات پرتاب. اساساً در دنیا شبیه به این زیاد داره صورت میگیره و حتی تو کشورهای پیشرفته هم ما انفجارهای متعدد و مهیبی رو هم تو این زمینه ها ما معمولاً داشتیم.
اینجاست که سناریستای فیلم‌های هندی هم باید بیان و پیش آخوندا آموزش خالی بندی ببینن. درسته که آخوندا نتونستن ماهواره بفرستن به فضا، اما به جاش پراید های درست کردن که صدای لامبورگینی میده. حالا تعریف ولی فقیه رو از زبان این آخوند وارداتی بشنوید که معلوم نیست واسه همین چند تا جمله چقدر کاسب شده. الان همین قیام امام خمینی، چرا ایران یک رهبر مثل امام خمینی و مثل امام خامنه‌ای دارن که هم به مسائل معنویت اهمیت میدهند و هم به مسائل تمدن سازی و اهمیت به مسائل صنعتی، به مسائل مادی اهمیت میدهند. بله، تلفیقی از مادیات و معنویات رو در دزدی این آخونده از این فروشگاه ببینید. البته این دل دزدی‌ها که اصلا به حساب نمیاد. آخوندا دزدی‌های اصلیشون رو پشت اسم بقیه انجام میدن. جالب این که راژان یکی از متهمان این پرونده نوجوان 16 ساله‌ایه که به مشارکت در اخلال در نظام ارضی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده به صورت شبکه‌ای و سازمان یافته به میزان 126 میلیون یورو متهم شده و ادعا میکنه از هیچی خبر نداشته. بله، این جوجه ها ویترین قضیه هن، وگرنه قلکشون رو یکی دیگه براشون پر میکنه. تو روزایی که مملکت رو هواست، سری به استبل ولایت بزنیم و ببینیم نوچه های عظما تو مجلس چه میکنن. صندلی های سبز بهارستان امروز بدون نماینده بود. تقریبا میشه گفت که 15 نفر سفر خارجی بودن، 1 نفر در حج بود، 7 نفر مأموریت داخل وزارتخانه رفته بودن و 3 نفر هم استعلاجی داشتیم که از این تعداد 41 نفری که عرض کردم 15 نفرشون هم مرخصی استحقاقی بودن. یه چیزی در حدود 45 نفرم غایب و متأخر بودن که احتمالاً اینها هم مثل این جوجه تئوریسین نظام به خوبی فهمیدن که دیگه آخر بازیه و لیبیزاسیون در راهه. فدریکا موگرینی، همین سرکار حاج خانومی که میرفتن باهاش مذاکره انجام میدادن، رسما این افریته کثیف تو هدر توییترش از پرچم از نقشه جهانی استفاده کرد که خاورمیانه‌اش ایران تجزیه شده بود، توش آذربایجان جدا شده بود فلان. یعنی صراحتا میگفت من هدفم از این مذاکرات تهش چیه که به سمت تجزیه برن. لیبیزاسیون ایران با لیبی همین کارو کردن. لیبی تأسیسات هسته‌ای داشت، آمریکا بهش فشار آورد، تحریم کرد، گفت بیا مذاکره، اومد نشست، آخر راضیش کردن قذافی رو، گفتم بیا بشین هسته‌ای تو بده ببین. تمام تأسیسات هسته‌ایش سوار یه کشتی کرد فرستاد آمریکا، گفت مانا تو تمامش می‌کنی؟ گفتن نه، زدن زیر قولشون، تحریم‌ها شروع شد. پولاها طرح نفت در برابر غذا، نفت در برابر دارو اروپا براشون گذاشت. همین نقش است به قرآن محمد، همین نقش است داره اجرا میشه. جلو چش من داره همین دونه دونه این پازل‌های دومینو، اینا یعنی دومینو، قطعات دومینو داره میخوره زمین. این هم حال و روز حرکت خر عظما در مسیر پیشرفت‌ها. توی این برنامه تیوی دیشم قرار بوده با یه پاسدار مصاحبه تلفنی داشته باشم، اما طبق معمول
سوت میزنن و نتیجه این میشه. سردار سلام. سردار رحیمی اشتباه گرفتید. بریم اتاق فرمان. در پایان توجه شما رو به یه هنرنمایی پرزحمت اما عجیب جلب میکنیم. افسوس که عمرش کوتاهه. هنرمندا و خواننده‌های مطرح تو دنیا بعضی وقتا میرن به سراغ هنرمندان جوانتر و با همصدایی و اجراهای دو نفره به قول معروف زیر دست و بال این هنرمندای جوانتر رو میگیرن و کارشون رو راه میندازن. کار مرسومی است که حتما شما نمونه‌های مختلفی از اون رو سراغ دارید. اما وقتی که تو رژیم آخوندی بخوان چنین کاری رو تقلید کنن خیلی مسخره میشه. نتیجهش میشه یک دوئت روزخونی مضحک با حضور بلبل خمینی و قورباغه خامنه‌ای. طنزپردازای پیک شادی همین موضوع رو دستمایه یک قطعه طنز کوتاه کردن که با هم می‌بینیم. آقایان گر آنجا خوش کردن از برای عظما جان ارر بکن آهنگران از برای عظما جان ارر بکن آهنگران چون در بانک شخصن را کلید با عبای عظما جان بار بندیده خران این قافله عزم نور امام دارد این قافله عزم نور امام دارد ماس بخور با چنگال گند زدیم با خبرگان گند زدیم با خبرگان در ره عظما چاخان گور امام رفتن جفتک زدن دارد گور امام رفتن جفتک زدن دارد با نوای دینداران با نوای دینداران غیر میدیم واسه امام مالاش خورا از امام داریم مالاش خورا از قبر امام داریم ونگ عظمای وقی ارزنان در گوش ماست ارزنان در گوش ماست ونگ عظمای وقی ارزنان در گوش ماست ارزنان در گوش ماست گاه خرلنگیم و گاه بزم ما با یونجه هاست بزم ما با یونجه هاست گاه میدان علف عرصه نشخار ماست عرصه نشخار ماست آیین شیادی چاپیدنا دارد آیین شیادی چاپیدنا دارد با نوای دینداران با نوای دینداران تفت و گور اون امام این قافله قبر امام دارد این قافله